سلام داداش. اسکندر یک سه ترکاری آورده. سعی کو خدمتم. سلام جگرایم. سالگره داریم. سالگره نیاز است. کلگی اینستاگرام، کلگی تیک تاک. دوباره از این ماشین دوش از ما پرسان میکنم. ما براتون وعده میتم که ویدیوی بعدی دایی بار است و تمام خصوصیات از این و ای که چی است، نامش چی است، از کجا میتونین بگیرین براتون میگم. بریم طرف سالگره، اما قبل از او بله صدای ما دارین، اما اکشن بس است. اولین کاری که میکنیم صبحانه خود تیار میکنیم که صبحانه ما یک دانه میگم یک سیروتس است که او ایره میکس میکنیم دیگه، موادشون باسکتش گت میکنیم و میفهمین که ما از این چی جور میکنیم. اگه براتون بگویم که از این ما چی جور میکنیم شاید باورتان نشه. از این ما یک دانه اما تو کپکیکه که لکس جور میکنم. سیل کنین کمه که اسپری روغن زدم طرف شما هم سیل کردم، گفتم باش چی رقم معلوم میشه. ایجا ای را پیش آوردم. میخوایم ده هر کدامش به اندازه پرتون، به خاطر کلش ده یک درجه ده ایرفرایر مانده میشه، باید کلش یک چیز پخته شود. سه قاشق چیزی است که ده هر کدام باید پرتیم. ما میخوایم که اینجا خرابی نشه و ما شما سه قاشق قیمت منظم خوبش تایید بندازیم که از کپکیکای ما لذت ببریم. دوستای عزیز کل از این تا که پر میشه شاید یک 300 سال وقت بگیره، اما ما تسلیم نمیشیم. ما تا آخر ویدیو را سیل میکنیم، لایک هم میکنیم، سابسکرایب هم میکنیم امیال ویدیو را و کسای کومنت های مثبت میته عشق هستین. جور شد، ارششش پر شد و حال وقت پخته کردن است، اما پخته کردن از این نه چون فعلا برق نبود. حالا ما جور میکنیم رومی تخم مرغ خوده. تخم مرغ که رومی در چای صبح دیگه یک مزه بسیار خاص داره. این مزه را اگه کسی بفهمه دیگه چیز نمیخوره در چای صبح. هر چای صبح که از خواب بیدار شوه اینو میره میخوره و اینجا میم به سیکو عضلاته. اما تو دیگه ناقی حرکتک میرم که یعنی عضلات خوب معلوم شوه و بگراند اگنور کنین. گدودی ها را که میبینین پوستا تخم صافی ها کل چیز هم تو افتاده. بچه ها هم تو آشپزخانه را خراب میکنن، کل چیز سر میکنن. اینجا حرکت خود رفتیم و اینجا تخم آماده شد. تخم میخورم بچه ها و بسیار کیف دادی تخم. پیش از اینکه بخورم کیفش به شما گفتم، به خاطر که من خورده بودم میفهمیدم دیگه حال عدت دارم. اوه چی یک مزه گفتم میته سیده در بازو رفت. لغمه دیگه شما استاده. به احترام شما سابسکرایبرای عزیز خوردم، عشق هستین. love you guys. حال سیل کنه که پنکیک های ما آماده شد. پنکیک میگم خدا مرا نشرمانه، کپکیکا بسیار مزدار است. باش که مایی که بگیرم صدایش شما بشنوین که چی رقم میخوریم و چی مزه میکنیم. بنازم آقای سرآشپز بیبی لذت ببر ازش. جان چی چیزست. واو لذت میبرم ازش.
کیف کردم. عالی عالی. این با اندام کسایی است که اندام جور میکنه. این کپکیک ها رو شما میبینین هر 6 زیره که ما بخورم کالوری از یک دانه کپکیک شما از کلچه فروشی میگیرین، از او که کالوریش کم است. و مهمتر از او که ای تقریبا یک حساب کنم 4 8 20 تقریبا 30 گرم پروتئین هم داشت. و خیلی مزه‌دار هم است ولی از حقیقت تیر نشیم. ای را تمام کردیم. حالا میریم طرف ورزش که ورزش ها را تمام کنیم. خب بچه ها و دخترای قندول، حالی هم آمدیم کلب و ورزش میکنیم. امروز پشت بازو داشتیم. پشت بازو را بسیار آمد تو آرام و خوبش میریم. سل کنین نام خدا چه خوب بر آمده. شکل چی را داره؟ بسیار خوب شکلک داره، مگه مقبول است، خوشگل است، زیباست. ای را تمرین میتیم، حرکت های خودم میزنیم و سعی کنیم که چطور پمپ شده، بخصوص قسمت آخرش خود نیش گشتم و رزبیخی رد. بعد از یک فیگور رو میریم باش که شما خوبش ببینین از بغل که چقدر زیبا شده. ماشاءالله ماشاءالله. فایبرایشو میبینی؟ جانم هستی چقدر خوبش شده. بعد از اینکه پوزای خدا رفتیم اینجا دل ما یخ نمیکنه، این بیا بازو رو یک نشان بده. سایکو فایبرای شانه را جان رگا را سایکو دیوانه شار. به به اینی را میگن ورزش کردن. ورزش هر کس کنه این نتیجه را میبینه. بعد از او بخیر یک زوم کاری ایجا داریم. سعی کنین خوب شما. هی مرضم است من چرا زوم میکنم باز از زوم میکشم خیر و خلاص. اینال میریم که ریش خود جور کنیم. ریشا باید منظم باشه نه؟ به خاطر که میریم سالگره بازوجا نگوه که چقدر بی نظم است آدم، نظم نداره. منطقه بچه ها زیادتر وقت ریشای خود که ماشین خودشان جور کرده میتونن. دخترها شما ریشای ببخشین، شما مثلا خودتان خود آرایش کرده میتونین که ریشتان میگم رویتان جور کنیم مثلا پیش آرایشگر نرین. آخرین مرحله مقبول شدن هم انجام میدیم که جور کردن موی است. موی که جور کنه بچه ها دیگه فکر میکنن که یا مقبول ترین بچه وطن هستن، اما تو نمی باشد. فکر خودشان هم تو میگن که مقبول شدن. حالا ما مویای ما جور کردیم. سعی که دیگه میگم اوه چی یک موی جور کردی سکندر، ماشاءالله نام خدا. اما نمیفهم که چی رقم شده. شما در کومنت ها نوشته کنین که چی رقم شده. اینا دوستا مویا هم جور شد و قسمه که مرا سیل دارین خوب شدیم یا نشدیم. خوب شدیم. کلید یک را فشار دهید، زنگوله را فشار دهید و باش که برتان یک فول بادی هم نشان بتم. اینا بیادر یام از کالای امروز ما بر سالگره هم براتان بگویم که سالگره نیاز است و لباس ها جور است، مویا جور است. بریم آشپزخانه که من خو یک غم ندارم. بیادر غم من خو بسیار زیاد است. حالا غذای رژیمی خود جور کنیم، یک تایم بخوریم یک تایم ببریم دیگه. ببینه که آشپزخانه چی گد و دی جریان داره. دوستا اینجا برنج داریم.
هر جای تید بود گپ نیست دیگه. سکیره در دم ماندیم. خب ای باید دم بگیره. به خاطر چی دم بگیره که بسیار مزه داره که خوب شک شوه هواش خوش شوه. اینجا در کرایی داشتیم، می را کشیدم در قاب. او گوشت همراه برنج است، بسیار همه تو عاشقانه. و اینجا پالک و بروکلی داریم، بسیار یا عاشقانه است دیگه. اینا لیره نوش جان میکنیم، نمبر میتیم مزه شه. ما آدم نمبر دادن مزه هاستیم دیگه. فعلا از نمبر دادن فعلا ما چی میکنیم؟ لذت میبریم. یک چیز دیگه میجا کم داریم، میفهمین چی است؟ اگه جای تیت بود بچه ها دیگه به بزرگواریتان ما را ببخشین. فهمیدین میبخشین یا نمیبخشین؟ غذای ماسی باش که فوکس کنه. اوه واو، میره که بخوری دیگه سیده تمرین که امروز در جیم کدی، غزلات که جور کدی کلش داغ است یک ذره بچه هم. اینجا مرچ داریم و این غذا رو آماده کنیم که همراه خود ببریم. یک 30 ثانیه باره در مایکروویو میمانیم. بکسکش رو میاریم بچه ها، در این بکسکی میره نان ما و تا که یخ میکنم او رو هم گرم میکنم. مرچ اینال بچه هم باید ما بگیریم. یک غم خونه سویه در به اینستاگرام هم ما باید بگیریم، به تیک تاک هم ما باید بگیریم. باش که خوبش به عاشقانه بیایم. مزه‌دار مزه‌دار. بچه ها از این فرصت استفاده میکنم، میخوایم براتون یک گپ بگویم. اگر در خارج از کشور هستین و فامیلا و دوستایتان در افغانستان هست و میخواین در افغانستان برشون کردیت روان کنین، در اپلیکیشن دنگ از کد SN50 استفاده کنین. 50% تخفیف براتون در کردیت روان کردن میده. جانم هستین ایره بخورم. کیف کیف. عجله است. ایره زیاد گرم نکنیم. از دی صندوقای نان ما این نیست، خو امروز گم شده. ریجه میندازیم و یک کمک از این گوشتم سرش مندازیم. کمی کمک آله
زیاد نخوریم باز پسان اگه خوردیم گپی نیست ایام زود خلاص میشه. یک قاشق برنج هم پرتیم 2 قاشق مندازیم برا که جگر خون نشه. یا از این غذای ما بیا محمد این غذا را میبریم همراه خود. این یام از پالکش عالی شد یا نشد. باش که محمد هم آمده. بیا سلام دوستای عزیز، امید که جور صحتمند سرحال باشین. به ولاگ جدید ما خوش آمدید. ایسو بیا اینجا بیایی. نه ولاگ از چی قرار است برای؟ ولاگ از این قرار است که من میرم در سالگرد دعوت هستم. سالگرد نیاز و تبریک باشه پیش از خیلی این را بخور. تو خود دیدی ما آشپزی کردم مزه شو بگو. بیا نزدیک بخور ببین که مزه میته یا نه. خوبشم؟ بسیار زیبا. برات من زیاد میدادم خب میفهمی خودت دیگه. گرام است. تو لکیز غذا از کلش کرده چی خوبش بود؟ چی؟ چیزا که جور که است زردک. از زردک دوست یک چیزا جور کرد. کپکیک ها؟ کپکیک که جور کرد مزه شیر برنج هم میدم. مزه شیر برنج که تو چاکلیتک نه؟ شاره چیزی. خب بچه این را ما میخورم. کی را داریم با خود؟ سلام علیکم. سلام داداش. اسکندر یک سه ترکاری آورده. سعی کو خدمتم. بروکلی آورد. از رای سبق خواندن. کاهو آورده خدا یارش بادرنگش قصدی داداشم. همین قیمت بود. بروکلی چه آوردی؟ چند سه بیاد داری خوب خراب میشن. این 2 کیلو. بچه ها کارت 4 از کارت 4 پیشش گشت ملت اشار نو پیدا این کنید. چند آوردی؟ کیلوی 200 چند؟ کیلوی 200 من که میارم. بله. 1 کیلو ازی 10 روز مرا میشه. تون باش که ایش پیدا نمیشه. وقت خواهید بسیار چیز عاشقانه و حالا میفهمی چی من برم طرف سالگرد کنم. اینجا غذایی را که میخواستیم همراه خود ببریم آماده شد و سعی کنین چقدر قشنگ و اینجا بخیر میریم در زینا که بریم طرف خانه نیازشان و شو هم شده ساعت 10 بجه شو از فعلا دوستای عزیز قناوخ شده. بچه ها رسیدیم خانه نیازشان. نیاز جانم تک تک بزنیم که تبریک ایام شریف. هپی بنده تو یو. چیال داری؟ هپی بندی؟ سالگرد تبریک نیاز جان. از من سو برادر. از کی؟ از بیادرم هست. از بیادر؟ کدام بیادر که ما خبر ندارم. چی رقم بیادره؟ داری سنا نمیه. خب از اون خاطر در سوشال میدیا نیست. کاربار جدا داره، شخصی داره، تاجر است. خب بسیار خوب. ما فکر کردم سالگرد خودت است. از همون خاطر توفن آوردم. میگفتی از بیادرم است یگان توفه یگان خشت مشت می آوردم. خشت؟ کس چیز میگفتش که خشت میگه. دوستا نگهی نمیفهم که در کدام فاز است. ما در فاز رژیم است. در یک فاز که آدم رژیم باشه باز کمک چرتام خراب میشه. کیک با من نشان بده میخوایم کیک. او فعلا در فریزر است. دان بندازم سر کیک.
پس آن میبینیش. منتظر باشید دوستان. بخیر بیا بریم بخیر. بریم اینجا نانم تیار است. ببینیم نان چی جور کرده نیاز. بیادر روش سایکو برادر، گوشت سایکو این توسط یک آشپز بسیار ماهر پخته شده. خب متاسفانه که رژیم است. اگر نه میره من بتنایی کلشان که دو تا نان کرد، یک پیپسی کرد، یک دو تا سیب و یک 3 تا مالتا کیف میکرد. اینمی قسمت 3 تاش هم به نظرم بسیار خوب میگه از اینکه دیگه بله ها. خوب است نه؟ بله ها. بله یا از شما بچه ها دیگه سالگرد بسیار نزدیک از بیادر نیاز بر تو نشان میتون بعد از بسیار وقتا. تو بیا نیاز جان. همین بیادرت کجاست؟ همین بیادرت کجاست؟ باش پیدا میشه چند دقیقه چرت پیدا میشه؟ پیدا نشده تا نه؟ نه هست منظور باید پشت سانه است. خود بردارید. ببینیم یک دسمه یک نفر یک دسمه تا کلگی میشه دیگه. سلام. سلام. تبریک باشه بیادر. سلام تبریک باشه. شمکای تا در بودیم. مرا نیاز گفت که سالگره خودم است مصطفی جان. نگفته بود که سالگره خود تازه. گفتم تشکر. دست خالی نمی آمده. نه مشکل نیست خیره. یعنی خشت ما را می فریب آورد. داد. خشت هر کس چیز میگم به فرقش کنه خشت. بسیار عالی. چیز خوب بوده. نیم خشتی بوده اگر دما خشت نه پورش. نیمش کنه این کار نیمش کنه. چی شده می چی کیله ببریم خب باشه. چاپور نیاز بیار دیگه. بیار که بچه ها منتظر است. بشیم بفرمایید. خودت بشیم بریم اون طرف خودت بشی ما تشکر شما صد می باشه نه ما بشیم آقای محسنی صاحب باش که این کمره ایست یک کمک جایش زیاد است ایسو کم است ایره دا وسط عالی شد. رفت آنها کار دیالش رفت حالا خب ما کیک خورده نمیتونم بیا در هیچ تو میشه من پریز هستم خیره والا بسیار کار کلان از این که در کار کلان دیگر نیست در خانه. اینه بیادر اینه بابا گاوا خلال نمیکنی کیک هستن. گاوا نمیکنی که در کار دارم. به نظر صبر من کن خیر. تو بیارم به نظر من شمشیر نبری به نظر من ایره تو کت دست ده تو کراته کن نه ناله براتون شمشیر زلفقارم ندارم او بیادر اینه ای خود تا اینه قدر کیک هم نمیرسه واسه کم مثل نصفی شمشیر زلفقار بیارم میخوام میاره حالا میاره صحیح چیز صحیح را آمین؟ میاره او را بر روزای بسیار خاص نگاه کرده لجان امروز او بر روزای اینی سایز بیشه این را گاوا که حلال میکنین دیگر نه. با گاوا پشیش اینی بهتر سایز ای از فیل است غیر خیر کلوتا ای از فیل است برادر میشنه. یا آهنگ نمیخوان نیاز جان هپی نه. بنده هپی بنده تو یو برو نیاز که دیگه کف اول نمیکنی نه خود تو بخون که بازی کن سالگیره تشکر مبارک و دستت بزرگوار عزیز ما سالگیره مبارک دینا پوچین اول والا باش تو چی کنیم؟ اول ما رو بریم اول ببر باز پف اول میبریم شما را پف نه اول میبریم اول میبریم ببر باز پف برو اول پف بگیریم خلیل جان اول میگه پفوک هستیم پف کنیم جمله نه زینا ما چندان صف نیست یک پف قوی کن اینی پف یک پفو کنم بگیریم بین بچه بگیریم عبدالله جان بین بیا شاین جان زیاد آرام که
بسیار شنجان بیادر گل ما در پشت کامرا هستی تشکر به خیر سلامت باشی. قاشق نگرم؟ نه امور کم کم کیک بده. مبارک باشه باز انشالله. نه صحیح صد صحیح. ساله شه 1000 ساله بخیر. باید بخوره بفهمم. شما اینم از تشکر. طرف ما تقسیم پر. تبریکت باشه. ولد کانگرچولیشن. کم خوردی؟ ما ایران تقسیم میکنیم. نوشه جان دوستای کیکم با شما سعی کنیم بسیار کیک لطیف است. تشکر. لطیف؟ بگی لطیف جان شاهد جان شاهد جان تبریک باشه. تبریک بسیار باشه. کانگرچولیشن کلان باشه. چی داری برادر؟ چی گپ هست؟ چی وضعیت هست؟ بخیر بس از کنترل خدا کو. کیک که میدیم سپاسا میشی. استشمام کرد. نمیتونم بس. ایره تو باید دم روزی چی دیمه میگرفتی که ما میره زنده برد او وقت سالگیرش که نبچخشم باشه. در تاریخ سالگیره تا پیش خیلی میره تاریخ تولد ما تغییر میتونم دیگه نه گرمالا کنه میره. 13 جوزا امروز است. تا تخت سینه از گرمالا کنه خودش یکی از آدمای بسیار والا بشه بسیار ماشاءالله. ایران ما در 3 سال بسیار زحمت کشیده. جان بسیار زحمت کشیده واقعا ایره قدری یادم رقم بیادر نبره. بفهم بله میفهمم. میفهم. اگر نه مو یک لغمه بخورم دیگه گپ بخور. نداره دیگه. دو نفره نه. بتینش. سه نفره بتین. سه نفره 4 نفره بتینش. بود بود. اینا باز در روش مصنوعی باز کیک جورش بخور که من میخور. خوردم بیخی دل جان کنارک مامان. گفته نیست ما اگه کیک خورده نمیتونم باز ما یک کار دیگه میتونم ما باز یک کار میتونم که کسی دیگه نمیتونه ده اینجا فهمیده بچه ها هیچ گپی نیست چی گپ هست اینجا؟ بچه ها دیگه وقت نام شد ما براتون نشان بدم اول دیگه نشان بدم این گلپی است برنج است گوشت است پالک است همراه یک دانه موش داریم با بادرنگ و یک کمک ماست دیگه بسیار گشنه شدیم بسم الله مزه میدم با اندازه روش میدم چی گفت این جان اشتیاده؟ برادر ژاپنیا ولی قسمش اشتی چی وضعیت است؟ من در لیلی هستم فعلا میگه در این غذای لیلی هست حالا در لیلی هم قسم یک غذا باشه. تو بخواه نه من سیر هستم. گلپی بخواه او هم خام هست. نیمه پخته است. نیمه پخته پالک بخواه او هم نیمه پخته. نه تفت داده چی حال است؟ چی وضعیت است؟ اونجا روش پخته کرده بودیم چقدر با شوق و ذوق برادر ما دیجا نانک شده همراه خود بیاره. من هر کس میمان کنه بسیار او بسیار خوش است دیگه. آره میمان کنه من نان 3 وقت میبرم گرد خود چی پخته کنیم؟ چیز پخته میکنم من نان آورده بیخی کم مصرف هستی خود نیمان بسیار کم مصرفی تاجت از دیگه مرزاد نیست. مرا میمان کنین بگم بشینیم خب دوستای عزیز سینه میمانیم که نانک خودش خب با شوق و ذوق نوشیجان کنه. بلاگ ما را دیدین تا فعلا بسیار تشکر و چینل را سابسکرایب کنین لایک کنین کامنت های خدا نمانین و ما هم چی میگه لایف استایل خود براتون کم کم حالا نشان میدیم ببینیم که شما چقدر حمایت میکنیم و چقدر دوست داری این ویدیو را. ما به اجازه برم که اونجا کاملا رو بر من پیش بر من میخوایم دل دوستان عرو کنم تو برو
تو برو که دلت تاو نشه. کم ایران پیش بخم بخی سیشت بخی سیشت بچه ها بروکلی پروتین داره، فایبر داره، بسیار چیز خوبه. دماس بزنه ترکیب بروکلی و ماست. او یادت رفته بود. خدایا اما مامون تو خوبش یخ دیگه. خب یخ خوب باش. یخدار است ولی یا خدا چی باز بهش یخ. میایم دیگه برو. کیف کردم مزه میتم به خصوص همین گوشت چند قاشق گوشت گوسالک سرش انداختیم. بسیار مزه آلی خوشقلب. بچه هم ویدیو را صحیح لایک کنین دیگه. جانم هستین باز هستیم ببینیم دیگه چی گپا میشه که بچه ها محفل گرفتن. بچه ها وقت رفتن است دیگه. سعی کنی بچه ها. بدن ما را خیلی زیبا آفریده و اگه شما بتانین یک دفعه زیبایی را ببینین، ما براتون وعده میتم که همیشه دیگه ورزش میکنین، همیشه تلاش میکنین، رژیم میگیرین، سختی میکشین. شو دیدین من هیچ چیز نخوردم، اما اینی را که من میبینم او وقت شاید در دل ما بگرده که والا اسکندر هیچ چیز نخوردی، چطور میشه؟ هیچ چی رقم از سیستم جگرت خون میشه. اما ایره که میبینی باز چی میشه؟ میگی واو ارزش داره. او غذا را خو ما بیازو خوردیم، مزیش هم میفهمم کدوم چیز نو کشف شده نیسته. پس همیشه ورزش کنین و صحت داشته باشین و تایت باشین. ورزش خیلی با بدن و اعصاب شما فایده داره و اینی را شما دیدین دیگه نه دوستا، ماشین دوش. ایره ما براتون بخیر در ویدیوی دیگه کل معلوماتش میتم. شما ایره چی رقم بخرین، از کجا بخرین که زیاد سوال شده است پیشم. و این به چی کار میه، به چی کسا کار میه، به چی کسا کار نمیه، کل گپایش میگم. پس این ویدیوی ما را دیگه لایک کنین، عشق هستین و چینل هم سابسکرایب کنین. love you guys. اگه من یکان وقتی رقمی جان لچ ویدیو میگیرم این به خاطر عزیز که شما خلگی تان مثل خواهرها و برادرای هستین و از شما من روی نمیگیرم و از شما من نمیشرمم به خاطر که شما عضو فامیل ما هستین و این به خاطر است که دیگه دوستا تشویق شو بگه بیا ما ورزش میکنم. اگه یک جوانم تشویق شو ما زندگی ما بردیم. پس ویدیو رو لایک کنین و چینل هم سابسکرایب کنین. میبینم تا ویدیوهای بعدی. See you see you ta boom.